با غمی وطن فیگار ما نکنه. کی میکنه جان برای وطن نثار ما نکنه. کی میکنه شهر باستانی پنجکن که با تاریخ چند هزار ساله یادگاری‌های نادری فرهنگی و موضع‌های زیبای طبیعی مشهور است، امروز یکی از سمت‌های مهم رشد سیاحی کشور به حساب می‌رود. در سه ماهه یکم سال 2026 جهت تطبیق استراتژی رشد سیاحی در جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2030 در این سمت کارهای نظررس به انجام رسانیده شدند با مقصد هماهنگسازی فعالیت سوبیکت‌های ساحه و بررسی مسائل رشد سیاحی در شهر. جلسه شورای هماهنگسازی ساحه سیاحی برگزار گردید. من اسرائیلزاده نظیره، مدیر بخش رشد سیاحی مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر پنجکن هستم. در پرتو سیاست سازنده و بنیادکارانه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان، ساحه سیاحی در مملکت رشد یافته و نتیجه‌های نظررس نائل گردید. پیشوای معظم ملت ساحه سیاحی را سمت افضلیت‌نامه اقتصادی ملی ارزیابی نموده همه‌جانبه مساعدت نموده ایستادند. با اعلان داشتن سال 2018 سال رشد سیاحی و هنرهای مردمی، جامعه جهانی به ذخیره‌های سیاحی کشور ما زیاد گردیده. سیمای دولت همچون مملکت آسایشته و دارای ذخیره‌های فراوان سیاحی، تاریخ و فرهنگ، عرف و عادت، طبیعت ناتکرار. حالا در شهر پنجکن 26 شرکت سیاحی عمل میکند که 15% شرکت‌های سیاحی جمهوری تاجیکستان و 57% ولایت سوخت را تشکیل می‌دهد. اینچنین در شهر پنجکن 386 یادگاری‌های تاریخی، 8 مهمانخانه برای 1061 نفر، 22 خانه قبول در منطقه‌های کوهی، 4 آثارخانه فعالیت می‌کند. با شرافت صاحب استقلالی دولت، سیاست سازنده و بنیادکارانه حکومت جمهوری تاجیکستان، سالهای اخیر در شهر باستانی پنجکن نیز در قطار دیگر شهر و ناحیه جمهوری بخشیده به 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان، در قطار دیگر انشاءات‌ها نیز ساحه سیاحی یک قطار انشاءات‌ها را به استفاده داده می شود. حالا در شهر پنجکن ساختمان 4 مهمانخانه زمانوی با تمام شرایط‌های زمانوی با مرام ادامه دارد. با باوری گفته می توانم که ساحه سیاحی یکی از ساحه‌های اقتصاد ملی ارزیابی می گردد و جشن بزرگ ملت تاجیک 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان را با براه ماندن کارهای آبادانی و سازندگی کبودیزار کنید. با دستاوردهای نظررس جشن بزرگ ملت را پیشواز میگیریم. پایگاه سیاحی کوهنوردی ارتوش سال 1973 تأسیس شده است. پایگاه در یک شبانه‌روز 100 نفر سیاحان را جایگیر کرده می‌تواند با تمام شرایط‌هایش. این سال که سال جشنی است، سال 35 سالگی استقلالیت جمهوری تاجیکستان، ما دو چند خدمت رسانه‌مون را زیاد کرده با تمام شرایطش سیاحان را پیشواز می‌گیریم. این سال که سال جشنی است، 35 سالگی استقلالیت جمهوری تاجیکستان، ما با دستاوردهای نظررس 35 سالگی استقلالیت جمهوری تاجیکستان را جشن می‌گیریم. در آن مسئله‌های بلند برداشتن سطح خدمت رسانی، برطرف نمودن مانع‌های موجوده و بهتر نمودن فعالیت انفراساختاری سیاحی مورد محاکمه قرار گرفتند. عین حال در شهر پنجکن 26 شرکت سیاحی فعالیت می‌نماید که این نشان دهنده 57% شرکت‌های سیاحی ولایت سوخت و 15% شرکت‌های سیاحی جمهوری را تشکیل می‌دهد. با سیاحان توسط 54 خط سیر سیاحی خدمت رسانی پیشنهاد گردیده در این روند 8 مهمانخانه، 22 خانه قبول مهمان، 2 پایگاه سیاحی کوهی، 4 مرکز اطلاعاتی سیاحی و 4 آثارخانه فعالیت دارند. من رضای شاهرخ، سرمتخصص شعبه حفظ محیط زیست در شهر پنجکن و همگان چطوری که معلوم است سال جاری ما در عرفه جشنگیری 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان قرار داریم. در همین اساس در اساس نقشه چهاربینی‌های شعبه حفظ محیط زیست در شهر پنجکن در منطقه‌های سیاحی، منطقه هفت‌گل و منطقه‌های ارتوج یک قطار کارهای نظارتی، کارهای آبادانی از طرف شعبه حفظ محیط زیست به انجام رسانیده شده است. تذکر می‌نماییم که طبیعت زیبای منطقه‌های هفت‌گل
و منطقه ارتوج و یادگاری‌های تاریخی سرز و پنجکент قدیم توجه سیاحان خارجی را به خود جلب نموده است که همروزه هزاران سیاحان خارجی از این منطقه‌های در بالا ذکر شده دیدن می‌نمایند و برای پیشرفتی رشد سیاحی زمینه مساعد فراهم می‌آورد. از اول سال 2026 در موسم کبدگذارکنی در اساس برنامه دولتی کبدگذارکنی تا 2040 در حدود شهر و ناحیه پنجکент کارهای نهالشینانی، حشرهای نهالشینانی از جانب ساکنان محله‌های شهر، جماعت‌های دهات و کارخانه‌های تشکیلات‌ها، شنودن نهال‌های همیشه سبز و آرایشی گل و گل‌ها به انجام رسید. اینچنین قید می‌نماییم که بهر تازه آزاد نگاه داشتن منبع‌های آبی اطراف ساحل‌های دریاها، کل‌ها، عکس‌های تازگی ساحل، تازگی محل و تازگی شاهراه‌ها گذرانیده شد. با باوری قید می‌نماییم که بهر سزاوار جشن گرفتن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان کارهای در آینده با در نقشه داشته شده را منتظم ادامه داده این جشن بزرگ ملی را با سر بلند جشن می‌گیریم. در دایره کارهای آبادانی و سازندگی بخشیده به جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان ساختمان 4 مهمانخانه، آسایشگاه طبابتی و استراحتی شفا، مرکز آش پلو و از نوسازی یک قطار انشاءاتی فرهنگی و فراغتی ادامه دارند. موضع‌های مشهور سیاحی پنجکент از جمله کولی کلان، هفت کل، سرزم باستانی، پنجکент قدیم، آرامگاه استاد ابو عبدالله رودکی و محمد بشارا همان در مرکز توجه مهمانان داخلی و خارجی قرار دارند. من همراه خلوف رسلان راهبر شرکت سیاحی آرند ادونتور. شرکت ما تا 20 سال است که در جمهوری تاجیکستان در فعالیت سیاحی یعنی گردشگری مشغول می باشد. اساس سیاحان ما با قبول سیاحان مشغول می باشیم و بخشیده به 35 سالگی استقلالیت جمهوری تاجیکستان همچون یک شهروند همین جمهوری ما هم خواستیم حصه ارزنده خود را گذاریم و جماعت دهات شینگ یکی از جماعت های می باشد که در اینجا گردشگران بسیار می باشند و از این خاطر ما اقدام گرفتیم که در نزدیکی کلیسیوم مهمانخانه زمانوی خود را سازیم و البته کوشش کرده ایستادیم که مهمانخانه ما تا 35 سالگی استقلالیت به کار شروع نماید و در این حال کارهای ساختمانی رفته ایستاده است و کوشش میکنیم تا 35 سالگی به استفاده دهیم. در مهمانخانه ما زیاده از 40 حجره می باشد و کانفرنس زال و برای تا 100 نفر خوراکی نصف روزی صبحانه خوردن جای آماده می باشد. برای باز هم خوبتر جشن گرفتن و حصه خود را گذاشتن ما نیز کوشش کرده ایستادیم که در دیگر ساختمان ها هم فعالانه اشتراک نموده و اینچنین برای خوبتر جشن گرفتن حصه خود را گذاشته ایستادیم. شکرانه استقلالیت، شکرانه آبادی دیار، شکرانه تنجی و امانی که سال از سال صف سیاحان در جمهوری تاجیکستان زیاد شده ایستاده است و البته ما مینتداری خود را به پیشوای ملت و اینچنین به رئیس ولایت سوق و به رئیس شهر پنجکент میرسانیم که برای ما شرایط فراهم آوردن که این مهمانخانه را با سر بلند سازیم و به اتمام رسانیم. نتیجه های کارهای تبلیغاتی و تشویقاتی در سمت جلب سیاحان نشان می‌دهد که تنها در 3 ماهه یکم سال روان توسط گذرگاه سرحدی سرزم جرتپا 9386 نفر سیاح خارجی به شهر پنجکент وارد گردیدند. در مجموع شماره شهروندان خارجی و مهمانانی که از این گذرگاه عبور نمودند به 23892 نفر رسیده است. طبق معلومات آماری گردش مبلغ از حساب خدمت‌رسانی‌های سیاحی، سودا، نقلیات و دیگر خدمت‌رسانی‌های مربوط به ساحه
در دوره حساباتی زیاده از 617,000 سومانی را تشکیل داده است با مقصد آماده نمودن کادرهای بلند اختصاص. در دانشکده آموزگاری تاجیکستان در شهر پنجکن اختصاص سیاحی و مهمانداری فعالیت نموده متخصصان جوان را برای بازار مهنت آماده می‌سازد. در برابر این شرکت‌های سیاحی شهر فعالیت خود را در سمت‌های سیاحی، اکولوژی فرهنگی، تاریخی کوهنوردی، ورزشی طبابتی و اکسکورسیونی به راه مانده به سیاحان مجموعی وسیع خدمت رسانی‌ها را پیشنهاد می‌نماید با مقصد معرفی امکانات‌های سیاحی منطقه در عرصه بین‌المللی. نمایندگان شرکت‌های سیاحی پنجکن در چندین همایش و نمایشگاه‌های بین‌المللی اشتراک نمودند. از جمله ماه فوریه در فدراسیون روسیه همایشی مشترک سیاحی برگزار گردیده میان جانب‌ها سازشنامه همکاری به امضا رسید. همچنین در نمایشگاه‌های بین‌المللی شهر برلین، آلمان، مسکو امکانات‌های سیاحی تاجیکستان و مخصوصاً شهر پنجکن به نمایش گذاشته شدند. توجه به رشد سیاحی داخلی نیز در محور فعالیت قرار داشته در دوره حساباتی زیاده از 500 نفر خواننده و دانشجو به موضع‌های تاریخی و فرهنگی شهر سفرهای معرفتی انجام دادند. در برابر این بحر آباد و زیبا نگاه داشتن خط‌سیرهای سیاحی گروه‌های کاری بیش از 95 مرتبه کارهای فرماندهی را میان اهالی راه‌اندازی نموده در شفت شهرهای پنجکن عینی زیاده از 200 بخنه‌های همیشه سبز شنانیده شدند. رشد ساحه سیاحی همچون یکی از بخش‌های افضلیت‌ناک اقتصادی ملی در شهر پنجکن ادامه داشته مسئولان ساحه تصمیم دارند با استفاده از امکانات‌های موجوده و جلب بیشتری سیاحان داخلی و خارجی برای معرفی هرچی بیشتری تاجیکستان عزیز در عرصه بین‌المللی تدبیرهای مؤثر اندیشیدند. Notre première impression, on est arrivé hier au Tadjikistan. On est évidemment impressionné par la beauté de la nature, ces montagnes, le climat. Qu'est-ce qu'on peut dire? Et après ça, on va continuer vers le Pamir et on a hâte de découvrir la beauté là-bas. On espère aussi le vallée du Bâton. Et tous les lacs, évidemment. Les lacs qui sont sur le point de partir. Magnifique. On a hâte. ما تنها دیروز بود که آمدیم در تاجیکستان یکم احساساتی که با خود قبول کردیم طبیعت زیبای تاجیکستان بود کوههای شمانزر کوههای زیبا و اینچنین ما تا پامیر نیت داریم سفر کنیم کوههای زیبا و طبیعت زیبای پامیر رو نیز اینچنین می‌خواستیم سفر کنیم با آنجا. Et aussi, on a beaucoup aimé le hosh tadjik qu'on a goûté. ما اینچنین بسیار با ما آشی پلاوی تاجیکی به حد پسند است. The day before yesterday, I arrived at Artuch Oplager, and it is a really nice and beautiful place. I walked around to the different lakes over here, and the views they are really amazing. Also, the stay at the campsite is very nice. The food is great, and the people are very friendly. So I really like my time over here in the Artuch. My name is Ilse. I'm from the Netherlands, and I'm 24 years old. And I'm traveling around in Uzbekistan, Tajikistan, and Kyrgyzstan for 7 weeks. And I really liked that I went to this beautiful place. پایگاه کوهنوردی ارتوچ یکی از مشهورترین و قدیمترین خیسرهای سیاحی تاجیکستان به حساب می رود. این موضع ناتکرار طبیعت همه ساله هزارها سیاحان و گردشگران را از داخل و خارج کشور به خود جلب می نماید. پایگاه کوهنوردی ارتوچ در دامن کوههای زیبا منظر فان جایگیر بوده با هوای مصفا، طبیعت دلفریب و منظرهای افسانوی خود معروف است. من رحمت محمد با یک گروه همکورسانم ختم کنندگان دانشگاه طبی میباشیم و برای جشن ختم دانشگاه با استراحتگاه ارتوچ آمدیم و اینجا طبیعت به نهایت خوب بوده است، هوای تازه به همگان توصیه میدیم و بیاین اینجا را ببینید. پیشی کل داشته است از طبیعت خوشوی دیارمان و لذت برید. سیاحان هنگام سفر به این منطقه امکان تماشای کوههای مشهور کوه کلان و چخورک را پیدا می کنند. این کوهها با آبهای مصفا
و طبیعت اطرافشان یکی از جایهای جالب سیاحی مملکت محسوب می‌یابد. من بهادرزاده شادیبек مدیر منطقه جنگلپروری کلخوچان در موضع در دهه یکخانه ساختن باشیشگاه عایده و سیاحی در اینجا ساخته ایستادیم که با سفارش دیرکتور خواجگی جنگل شهر پنجکن ساخته ایستادیم. مقصد اساسی ما باشگاه سیاحی عایده واردات سیاحان در منطقه خواجگی جنگل کلخوچان میباشد. در این خسر سیاحی همچنین یکی از مقدسترین مکان تاریخی و فرهنگی تاجیکان آرامگاه سردفتر ادبیات تاجیک و فارس استاد ابو عبدالله رودکی واقع گردیده است. Assalomu alaykum qadrli do'stlar. Mana bugun Tojikistondamiz, Panjakentda. Men O'zbekistondanman, Qurbonov Ozod Bahridinovich. Avvalambor shu joylarga kelganimdan xursandman. Bu joylar menga juda ham yoqdi. Eng yaxshi joylar mana bu turganimizdan xursandmiz. Mehmon bo'lib keldik O'zbekistondan, Navoiydan. Shu joylarda o'zimizni og'aynilardek bo'lib ketgan bobomiz bor, Iso bobomiz. Shularda tashrif buyurdik, lekin shu fursatdan foydalanib mana shunday go'zal joylarga, tog'larga kelib, mana qarab ketyapmiz, xursandmiz. Hammalaringizni kelishlaringizni xohlayman. Shunday joylarga ziyorat qilishingizni istayman. Eng yomon kunlarimiz shunday bo'lsin. Sizlarga ham rahmat, hammaga rahmat. همین omil bois shud ast ki mehmonon na tanho az zeboyihoyi tabiat balki az merosi garonbahoyi tarixi و فرهنگی منطقه نیز بهره‌ور گردیدند. ساکنان دهه‌های آوازه‌دار پنجرود و ارتوش از طبیعت بای، چشمه‌های مصفا و تاریخ پرغناوت این منطقه افتخار دارند. با گفته آنها رشد ساحه سیاحی در سالهای آخر برای معرفی بیشتر این موضوع در عرصه بین المللی مساعدت نموده است. هیئت ایجادی تلویزیون سیمای شهر پنجکن ضمن سفری کاری به منطقه ارتوش با همراهی راهبری بخش رشد سیاحی مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکن اسرافیل زاده نظیربانو از سابقه دار مهنت ساکن محلی عبدالقیوم رازقوف که به سن مبارک 97 رسیده است عیادت نمود. دهه ارتوش یکی از دهه‌های قدیمی‌ترین شهر پنجکن به حساب می‌رود و در دهه ارتوش که اساساً جای سیاحی به حساب می‌رود از سال‌های طولانی اینجا مردم برای زیارت می‌آمدند. از طبیعت خوش آب‌های مصفا برابر این مستفیدهای نورانی کلانسال در اینجا زندگی می‌کنند که حاضر همصحبت من رازقوف قیوم که 97 سال عمر دارند. 97 سال عمر خودشون رو در همین ده سپری نمودند، در ساحه خواجگی قشلاق خدمت کردند. اما سال چند تولد شده شما؟ من سال تولدم اساس 30. پدر 8 سال موندم. خب پدر 8 سال موندم و بعد همین سالای وای بوده بعد 2 سال جنگی آلمان سر شد. همین جنگ بوده همین باید همین ایرو گشنگی و تشنگی و یک مادر داشتیم مادرم و جانسپور بودن و 28 به بیوه موندن. من 28 به زنک گرفتم و خودم 26 به بودم. مادر من 28 به بیوه موندن هم تا عمر بسر بردن. چند تا آدم با گروه شو نگرفتن. من تقریبا پیش پای کس نمیکنم. ما 2 پسر بودیم و 2 دختر. در پسرم 3 سال شد مرد و خب من عمرم توی خود بود است. خب 2 خواهرم مرد رفت جلویم یک من موندم. من توی خود روز برده کسی که من شوم کدم یه روز کار خدا گوشه گیرم گوشه مارد و بعد همین میرفتیم یک پدر عروس ما بودن رحمت کند کلیسون رو داشت بردن دست جاب داری و قدم داری و خلقم خم دست بدم سرک میچینیم سرک میچینیم جمع میکنیم به بود کلخوز میگیرم نقل را میبرم همه خیلی آخر در کلخوز شنده 10 کیلومتریم 1 کیلو آرد میترم باید گرزوندیم الله یه رو که اومدیم خیلی آدم شدیم و زندگی شدیم و گوشنگی و تشنگی و 3 ماه نون روشن میدیدیم خوراک ما علف قد علفی که
خلق خدا شکر یک گوشه داشتیم شرجر هوتی و اختر روز میگذاندیم خیلی روزهای سختی دیم داد روزهای بو دور اتحاد شوروی آمد کمتر سری پوری آمدن بعد از که جنگ تموم شد ساله پیش در غله نمیموند کالخوز همین یک خری بیچاره دو بار پندیکات میرفت هم داشت ما رو دار شهرنامه میبود پشتورشان جراح شده صاحب خر نبود یا خربون جلو بود ما خرای نگاه میکردم سوز که بود دوباره غله میبودن اوتا ساخلونو شطور آمد این شطور سه خر بورش میبرد میگوید خلقا یا روزو یا برشید پلا ترکو آمد یا کنی تانه بال میبرد این 15 خر بورش میبرد گفته خلقا نمیتونم دوست ما اون بچه و اما همین قدیم همین ارتوش سیاه هم میامدن زیارت با اودیخ همین ساختنی همون بعضی امدانه دامودی خستند و هست سالو یکون نمیدونم چند بود 73 سالوی اولش بگم همین کلی کلام گفتگی تو ساخته بود همینجا مردکو خیلی کار میکردن و نون میخوردن و بعد اینه جنگ شد گمشو موند برای بود دوباره بعد جنگ با اومدن و با کار کردن و با منو فیلالیدو بالا بطر گفتن و مشبر آمد و اخیر نمیدونه که وای نچالی که وای شپیون بودنی وای بالا بودنی مثلا وای رام کرد و کل بنشیب کرد و خواب کرد شیفت و هیچی گفت رو گمشم برکت نیکی به قولی هست تاکی دایرو تاکی آب با چیزی که باشد مایده من کار کرد اومده من یکم بار 4 سال در کلخوز در برگاد حساب چی بودم ادوای گشته 4 سال در کنال کلی مرغی دار از سرسویش سر کرد 2 ماه در کلخوز از طریق کلخوز 2 برگاد در دست من سردارشون کار میفرماییم و شور میکنیم و جای آمد المونیم آمد راستش خودیم بعد وای گشته خواهی همین کانال آبش برآوردیم و با نموندن آوردیم با حسابش برگاد کردن ما با یک شب کار کردم و در علاج کرده شوال دوره میرم میبون میگیرم وقتا علوج سله کردم و برام شوال دوره رفتم شوال دوره رفتم اومدم حیدر باید گفتگی برگرد بودم خب بچه اما کار کن دیگه اما ما تمام کار نمیکنم دیگه و اما یک چیز یادتون به هست اکنون نمیدونم سال چند باشد استاد مرزا تخنی‌زاده 60 سالگیشون همیشه به جشن گیتن یادتون هست و اکنون شدم من همین یادم فراموش شد رفتگی خدا و همین خواص شدی خواص همه حاضره دولت مچخه حاضره دولت خدمت دولت حاضر دولت خدمت دولت از این سردوز و از این باید نمیشد کسی که در این دولت نوشتگی میکنه خودش نوشتگی میکنه خدا الهی 100 ساله عمر بمونه بیند این امام علی محترم نفس کار امساده کار ایجاد نمیشه یعنی چند دوره گذرانده سال دوره های پیش جنگی بعد جنگی اتحاد شوروی گزارش بهترین استالین بود استالین بود چند پست‌های دیگه خروشچاو شد و گورباچوف شد با چی من فرشیدم بود که برژنوف بود و چند گردوندم خیلی خدا تقدیر کرد من آدمی باید باشه این کارهای گذشته من تقدیر کرده خیلی من خیلی این کارها داشتم برام رفتگی البته امی در زمین جلوش هرچی باشه رسانه خدا رسانه مخصوص خدا خانم جمله میتی کلمگوی به مرو رساند و پرزیدنتیمون به مرو رساند و سال ماه من بیند و عمر دراز بیند و رزق فراغ بیند و دماغ چوک و عمر روزی نقص روز گذارند شکر الله که من دستریش بس زین شخصی در آمدم و حالا هم پدر دارم
و این روزها با همراهی پدرم 35 سالگی استقلال جمهوری تاجیکستان رو یکجا جشن میگیریم و این خیلی هم خرسندم. سپاس به جناب عالی، سپاس به حکومت تاجیکستان که من این موسیقی‌های مثل پدری من موسیقی‌ها رو عمده خبر میگیرن، از حالشون با خبر میشوند و به آنها کمک میرسونند. دهه ارتوش اساساً همین طبیعت زیبا دارد. در اینجا مردمان بسیاری کهنسال هستند. از پدرم کلانتر باز یک چند نفر دیگه در 98 97 و از این کس از 80 سال بالا ممکن است یکم 50 تا باشد. چون این البته از طبیعت زیبای همین دیار وابسته است. آبی تازه، هوای تازه، اقلابی تازه و از دیگر دولت‌ها نیز از امریکا، از فرانسه، از گرمانیا، از انگلیا سیاح‌ها می‌آیند و همین دیه ما رو و همین کوه‌های ما رو زیارت کرده می‌روند. در جریان صحبت با این شاهد زنده تاریخ هیئت ایجادی از تاریخ تأسیس و رشد پایگاه کوهنوردی ارتوش پرسان شد. عبدالقیوم رازقوف از روزهای اولی بنیاد پایگاه، فعالیت کوهنوردان و نقش این موضع در رشد سیاحی منطقه یادآور شده خاطره‌های جالبی را نقل نمود. به گفته او پایگاه کوهنوردی ارتوش سالهای زیاد همچون یکی از مرکزهای مهم کوهنوردی و سیاحی جمهوری شناخته شده در معرفی زیبایی‌های کوهستان تاجیکستان سهم ارزنده گذاشته است. امروز نیز این موضع ناتکرار با طبیعت افسانه‌ای، یادگاری‌های تاریخی و امکانات‌های وسیع سیاحی یکی از مکان‌های دوست داشته مهمانان و سیاحان محسوب یافته در رشد ساحه سیاحی شهر پنجکن و ولایت سوخت نقش مهم می‌بازد.